محمد بالاخره اسباب کشی به ویلیج جدید رو تمام کردیم حاجی. ویلیج آروم و کوچیک و ساکتیه خدا رو شکر. مردی مطمئنی اسباب کشی کردیم؟ آره دیگه منگل. خب ما که هیچ مسائلی با خودمون نیاوردیم، ما که بدبختیم. منطقیه، باورم نمیشه تو حرف منطقی زدی. حالا ولش دیگه، باید یه خونه بسازیم. مردی اینا رو بهش پشت سرتون نگاه کن. پشت سرم؟ یه چست اینجاش میگه. نمیدونم، باش کن ببینیم چیه. خیلی خوب باش. یه کتابه. کتاب باجی. خب باشش کن دیگه. اوش کن. خیلی خوب بابا. مردی محمد، تو هم به همون چیزی که من فکر کنی؟ چجونم؟ پس بودو. A few moments later. محمد ها چیه؟ شالکرات آماده کردی؟ آیه چستات آماده کردی؟ آیه اندرچست چی؟ اون که دیگه من تو فرض کن خیلی خوب، من یه عالمه شالکر آوردم. خیلی خوب حاجی، ماهی کیلو 600,000 تومنه. اگه یه دونه کم بیاری من تو رو جرد میدم من خودم جمع کنم. خیلی خوب، بویو بریم. از زمان صفویه